جزیره عروسک ها La Isla de las Muñecas، مکزیک. در وسط کانال‌های شاچیمیلکو در مکزیکو سیتی جزیره‌ای وجود داره که پر از هزاران عروسک ترسناک و کهنه است. این عروسک‌ها از درخت‌ها آویزون شدن و بعضی هاشون فقط سر دارن، بعضی ها دست و پا ندارن. یک مرد به نام دون خولیان سانتانا سالها پیش به این جزیره آمد و گفت روح یک دختر غرق شده در اینجا وجود داره. برای اینکه روحش آرام بگیره شروع کرد عروسک جمع کردن و آویزون کردن به درختها. باعث شده عجیب باشه. مردم میگن شبها صدای خنده یا گریه عروسک ها رو میشنون. بعضیا میگن چشمهای عروسک ها حرکت میکنه یا باهاشون حرف میزنن. داستان این جزیره با مردی تنها به نام دون خولیان سانتانا باررا آغاز شد. او در دهه 1900 رسید از خانواده‌اش جدا شد و به دلایل شخصی زندگی در تنهایی را در جزیره‌ای متروک در نزدیکی کانال‌های شوچیمیلکو انتخاب کرد. اما همه چیز زمانی تغییر کرد که خولیان ادعا کرد روح یک دختر کوچک که در آب غرق شده بود او را تسخیر کرده است. او می گفت روح این دختر هر شب به خوابش می آید و ناله می کند از ترس و برای آرام کردن این روح یک عروسک که در نزدیکی محل غرق شدن دختر پیدا کرده بود به درخت آویزان کرد. اما چرا این همه عروسک؟ با گذشت زمان او صدها عروسک از جاهای مختلف جمع می کرد. بعضی را در زباله ها می یافت، بعضی را مردم به او می دادند و برخی را از کانالهای آلوده ماهیگیری می کرد. هر عروسک را به درختی آویزان می کرد تا از خود در برابر ارواح محافظت کند، ولی این فقط یک کار ساده نبود. او باور داشت که هر عروسک یک روح درون خود دارد. اتفاقات مرموزی که گزارش شده.
برخی از بازدیدکنندگان میگویند که صدای پچ پچ، خنده یا گریه بچگانه از بین عروسک‌ها شنیدند. بعضی‌ها قسم می‌خورند چشم‌های عروسک‌ها حرکت می‌کند یا با دوربین‌هایشان چهره‌های عجیب ثبت کردند. شب هنگام کسانی که در نزدیکی جزیره خوابیدند، احساس تعقیب شدن توسط روحی دخترانه را تجربه کردند. دون خولیان هم کم کم شروع به رفتارهای عجیب کرد. با عروسک‌ها صحبت می‌کرد، به آنها غذا می‌داد و آنها را بچه‌های واقعی صدا می‌زده. مرگ مرموز دون خولیان. در سال 2001 پس از 50 سال زندگی در این جزیره، جسد دون خولیان توسط برادرزاده‌اش در همان کانال آبی پیدا شد. دقیقاً جایی که گفته بود دخترک غرق شده بود. برخی باور دارند که روح دختر بالاخره او را با خود برد و برخی دیگر میگویند که خودش را قربانی کرد تا روح دختر را آرام کند. جزیره امروز چه شکلی است؟ امروز جزیره عروسک‌ها یکی از ترسناکترین جاذبه‌های گردشگری مکزیک است. مردم از سراسر دنیا با قایق به آنجا می‌آیند، عکس می‌گیرند، دعا می‌خوانند یا حتی هدیه‌ای برای عروسک‌ها می‌آورند. بسیاری میگویند انرژی این جزیره سنگین و غیر عادی است و کسانی که بیش از حد آنجا بمانند ممکن است دچار توهم یا کابوس‌های مداوم شوند.